سلام بچه ها، صبحتون بخیر باشه. ما از ساعت 8 بیداریم. قراره که قرار بود یعنی خیلی زود آماده شیم که بریم صبحونه بخوریم، ولی الان ساعت 10:15. بچه هم زودتر رفتن نون بربری داغ خوشمزه رو بگیرن، بعد بریم یه صبحونه خوشمزه تر سرشور عسل بخوریم. حالا اگه شد ما خانوما بریم استخر، آقایون بیان ناهار آماده کنن. حالا بریم ببینیم که برنامه چجوری پیش میره. مشتبه هنوز همین جاییه، پس کی رفت نون بگیره؟ کی رفت نون بگیره؟ بابایی نرفتن؟ همه شما همین جنگه. برید نون داغ بربری بگیرید بیاید صابون. خوشکلیب سوز یعنی چی؟ نمیدونم اینجا نوشته یعنی خوش اومدی فکر کنم. وا اینقدر که سرعت میدیدیشم بابا به خاطر همین عصبی بود دیگه. یعنی نه به این اعتماد داشت نه به اون، میخواست برگرده وسط راه. آفتاب سوزان. بچه حالا جالبش چیه؟ من چند روز پیش که با زهرا داشتم حرف می‌زدم به من گفته بود هوای اردبیل سرد شده. منم اومدم لباس گرم برداشتم، میدونستم گرمایی اما ولی باز لباس گرم برداشتم، گفتم شاید خیلی سرد باشه دیگه اردبیله. خلاصه که الان هوا خیلی عالی خنک. منم با این تیشرت های لانگ بر خودم میچرخم دیگه. حالا باز تو ماشین وسیله دارم که اگه سردم شد اونا رو بپوشم. بچه جون ما آماده شدیم، بچه ها اومدن داریم میگیم دلانا ببینیم داده خانم دو گوشی. سلام احسان خانم. بچه ها 7 تا سرشیر عسل گرفتیم بخوریم. دلانا نگو. دلانا تو چی میخوری؟ دلانا تو چی میخوری؟ بیا انتخاب کن، این منو انتخاب کن. همین انتخاب. همین دیزی میخوری؟ این نیست، اینه. من نوشابه برمیدارم. من ساعتی نوشابه نوشابه دوست داره. بیا سفارش داریم گفتیم همون لحظه نون اومد بیاد. نون یه ذره بده بسید. یعنی ما به عشق همین اومدیم. کمه؟ نه به تعداد گرفتم بکنم. چند گرفتی؟ 7 تا. یکی دیگه بده. آره بگیر. بچه ها ما صبحونمون رو خوردیم، یعنی ترکوندیم. عالی بود، عالی. الان میخوایم بریم استخر بانوان، تایمش هست بریم استخر میخوایم ما. همینقدر با برنامه ریزی. مامان کجاست؟ نظرت چی بود ماما؟ خوشمزه بود؟ نوشه چی؟ خیلی خوشمزه بود، دست شما در نکنه. خواهش میکنم. که هوای خوبیه. سنگک حال نمیده، کودک درونت همیشه فعال. بریم واقعا پیاده بریم تا خونه. آره اینا دیگه همین کوچه است. بیا بریم. چون میخوایم بپرسیم ببینیم یه صخره بازه، بریم اینجا. چون مادرش همینجا خیلی دوست دارم. بچه ما وسیله‌مون رو جمع کردیم، میخوایم بریم استخر. مشتبه هم میخواد به گوشت بگیره برای نهار. آفتابیه دیگه، گفتیم که ما رو ببره تا اونجا. بچه ها جون ساعت چند؟ 2 هست. از ساعت
11 رفتیم گفتیم 1 ساعت میمونیم زود میایم. الان ساعت 2 لشکر شکست خورده داریم میریم خونه. خیلی استخرش هم تمیز بود، خیلی حال داد. واقعا اختصاصی بود، هیچکی نبود. الان هم میخوایم بریم خونه پیاده که بریم نهار درست کنن. نهار قرار بود چی باشه ماما؟ کباب. خانوما هم برنجو بذارن نهار بخوریم، بعد ببینیم که برنامه چجوری پیش میره. Ardebil'e tut bir gifse. شما جانا da Ardebil'e diyor. Ben getiririm Ardebil'e. Benim ki bu, faş bedeli, benim ki. Deşer bakan. Kebabiye kebabiye. Bütün deşer bakan dedi. آره بابا کباب کباب فقط کباب اینجا باش کبابیه بلالیه کبابیه آوری کلا این چگیرش عالی کباب آوری آفتاب بخور پوستت ویتامین سی نیاز داره. میگنه یاره شندو هوا گلیشی میگنه یاره شندو هوا گلیشی اما خانه بگنه دی خوی بجاشی دی کتمانی شو کتمانی آفتاب سنگینه جری کتمانی مشتی گلاوه تیپا چلاوه دوچر خسابر تو پیش من دنبال دی کتمانی شم کتمانی آفتاب سنگینه جری کتمانی هم گوشت ایتی مرده چطور نبرده دوچر خسابر تو پیش من دنبال ای بخوری کبابی بابا Hesse خانندگی کلن Size. Hesse خانندگی کلن ذاتیه میشه. مخدرات گیلانی همه جا هست. اشبال همه جا باشه دیگه. اشبال باحالی زیتون گردون. Ha gocera bakın. Gocera bakın. گله گوجه کباب گوجه رایدوری گوجه سرباز گوجه بخوری گوجه کباب گوجه بندر گوجه گلدری گوجه رایدوری گوجه Ama sır da uske. نازداری گوجه بابا کباب گوجه ارزان کدیم دی بودن ماله ارزان کدیم بخوریم بشیم همره بخونه ارزان کدیم دی بودن ماله ارزان نکودیم شب خودتو مونه ارزان Öyle bir kadar mıstar çöz. کبابی اینجا هم بگیریم اینجا هم این گوشتا همه رفتم درست کردم گذاشتم اینجا آره بابا کباب بزنیم تو اردبیل من گیتینم اردبیله دادم Dokore gibi. Faşmaşlık diyen var. نه بابا من گیتینیم اردبیله اردبیله قیامت دی اردبیله قیامت دی بابا
بچه‌ها جون، اگه فکر کردید که ما بعد خوردن نهار میخوابیم استراحت میکنیم، سخت در اشتباهید. بلند شدیم، آماده شدیم، سری ظرفا رو شستیم، کارامون انجام دادیم، الان هم آماده شدیم که بریم بیرون. گفتیم که دیگه فردا صبح چون میخوایم حرکت کنیم سمت رشت، دیگه از این فرصت کوتاه استفاده کنیم، حداقل بریم بچرخیم. حالا مشتاق میگفتش که بریم یکم آلوارس، نمیدونم حالا زود میرسیم یا نه. میخوایم بریم اونجا، اگه شد بریم یکم بیرون بچرخیم بعد بیایم خونه. البته بچه‌ها اگه آلوارس بسته بود بالاخره یه جا بیرون میچرخیم بعد میایم خونه، چون مردا هم شب میخوام برن استخر باید برگردیم بالاخره. بچه‌ها جون ما رسیدیم امسال برای بار 4م اینجا ببینیم بازه یا بسته است، که ببینه باز هست یا بسته است. خیلی تشناکه. نه مرسا چشاتو ببند نفس همین. بچه ها پروسه با شکست مواجه شد. این شد 5مین سال. عزیزم زیاد بازه، ما رفتیم یه دور نشستیم اومدیم دیر اومدیم. پولیس داره اومد. مامان چه حسی داری که مثل لشکر شکست خورده برگشت؟ خیلی خوب بود عزیزم، خوش گذشت. اگه میدونستی میرفتی برای خودت گامیشگولی. وای زده بود به من. عالی بود. الان گوشم گرفته. بچه ها چرا اونجوری هن آخه؟ بچه ها ساعت چنده؟ ساعت رو بگو اول. ساعت 10:44. این بچه ها رفتن استخر اومدن تا الان خوابیدن. خیلی خوب بود. یعنی اصلا هر چقدر صدات میزدم بلند نمیشدی یا؟ کلا بیخوابی داشتم. آره واقعا. الان میخوایم بریم دیزی بخوریم، یکم بازار رو بگردیم بعد بیایم خونه. آره میخوایم با ماشین بریم. بچه ها دیزی ها رو اومدیم همون جایی که همیشه میومدیم غذا. کلا مشتاق وابسته است بچه ها، هر جا که بهش بچسبه همونجا میره. بریم تو. دوغا بگیر. دوغ محلی، نون سنگه با سبزی خوردن و پیاز. اینو یه دونه بده اون بر مرسی. داغ نیست بیان. که انبار داری؟ نه دیگه سرده. سرده خوب بله شد. اون سنگی چیز نی. از روی از این میگی. دمت. بیا. مرسی. آها راست میگی. یه ذره بزرگتر بزنیم. نه انبار نگاهی که باور دونه. بابا از اون من نریزه. آقا نه جوجه مربع ما نه. گاهی داره ولی آزم بود.
هم مرتضی که جوجه گرفت. سوسول ما اینجا جوجه میکنم. ورزشکار آقا. ورزشکار هم میگه والا. ورزشکار بود دیگه هم بود. تشکر. مرسی. گوجه بسید بگیرم. بچه ها ما شاممون رو خوردیم. بچه‌ها شام خوشمزه. ای خدا خجالت نمیگشی هر جا میری باید دوباره هر سال همونجا رو بری، جای جدید نمیخوای امتحان کنی؟ میگه همیشه چیزی رو امتحان کن که از قبل امتحان کرده باشی. اولین بار نمیدونم که امتحان کردم ولی یک سر همینجا میام. با ستاره اینا هم اولین بار من اومده بودم اینجا رفتیم. اینو بریم. اینجا باشه همه چرمه. یاد اینجا یک کتونی خوشت اومده بود؟ آهان دیگه استوک فروشی دیگه. چیه آقا؟ مدلینگ باشه. بیا میخوای بیا تو مدل ورزشکاری بیا دیگه. خودتو باید پنگ کنی. همه سردشونه. اومدیم باقلبا بگیریم با چای بخوریم. اونا چیه اون آخره؟ اون آخره چی بود؟ نه اون یه جوریه. اینو بگیریم. اینم بد نیست ولی اینو کلا بیا همینو بگیر. خب این گردویی هم خب این دوتا رو بگیریم. بچه جون ما چای باقلبامونم خوردیم. الانم خسته ترینیم چون ما بعد سخت نخوابیدیم. آقایون ولی خیلی خوابیدن. 2 ساعتی خوابیدم ولی واقعا نیاز داشتم به این خواب. آره ما اصلا استراحت نکردیم، مثلا همین خیلی خسته ایم، میخوایم بریم استراحت کنیم چون فردا صبح میخوایم دیگه حرکت کنیم سمت رشت. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا ولاگ بعدی، یعنی تا فردا. خدا نگهدار. خدا